سطر حجاب کلمه عربی است. سطر حجاب به معنای سطر یک پرده پوشاندن، یک سطر یک عیب پوشاندن که خداوند سطر عیب میپوشونه، مثلا یک عیب پوشاندن. کلمه که سطر حجاب عیب نیست به معنایی که امروز که پیروی میکنن از تمام جوشان محکم میکنن و فرنگی میکنن یا نقاب میکنن، منظور انمی سطر حجاب عیب نیست. ما هم او را محاکمه میکنیم. یگان دروغ همین گپو، جنگی با خدا و جنگی با حجاب و نه، بلکی یگان شما ده یگان سخت گپ نرسه. همین قزاق لباس خچه داره، همین قرغیز لباس خچه داره، یا بگیم عرب لباس خچه داره، ترکمن لباس خچه داره، ما هم لباس خودمان داریم. ولی لباسی ما از همه این لباسایی که همین مردمی بیرون داره و درون داره با جوابگویی بگیم به همین لباسایی که به همین آیت‌های قرآن است، به همین با مطابق لباسای ما هست. ای وقتش یگان کسالی نگفت هست مقابل جو، بلکه گفتن که لباسایی که مادرامون میپوشیدن، ببین مادرامون میپوشیدن، ماماهامون میپوشیدن، شما نمیدونید که اون چی لباسه. از مرگ میترسین، محبت دنیا و مال غیرت شما را، ایمان شما را، تقوای شما را کلش از بین برده. فقط در مسائل فروعات، در مسائل ابتدایی زیاد حماسه نشان میتین. در آن جایی که باید حماسه نشان بتی خوت میبره. در اونجا شیطان اخرسی هستی که گنگ هستی گپ زدن نمیتانی. به خاطر چی؟ به خاطر که عقیده نداری که مرگ به دست الله هست. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. روزی به دست الله هست، یرزق من یشاء بغیر حساب. هر چیز به دست الله هست، اما نمیفهمه که سالار الله هست. السید هو الله. الله رب العالمین است. رب العالمین است که زندگی ما را تعیین میکنه، مرگ ما را تعیین میکنه، حیات ما را تعیین میکنه. یک گلاس آبی که می نوشیم الله تعیین کرده. مردم های عصر جاهلیت قرآن عظیم شان برای ما بیان میکنه که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی برشان گفته میشد که ما انزل الله را متابعت کنیم، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبانا، میگفت ما چیزی را پیروی میکنیم که پدرای ما برای ما گذاشت. این قرآن عظیم شان بیان میکنه که یا احکام الله را قبول نداره، یا سالارشان پدرشان است، قانون برشان پدرشان تعیین میکنن، شریعت برشان پدرشان تعیین میکنن. از همین خاطر شعارشان همی بود که او مردم چیزی که پدرایتان گفته او را از یاد نبرین. و بالعلا والتعال علوت عن ضرب الامثال.